اینجا جماعت واروخ شهر اسفره است. منطقه که 40,000 اهالی دارد و سالهای اخیر اطراف نام آن بحث ها زیاد است. قرقیزستان اینجا را جزیره قلمرو و یا انکلاو می نامد، اما تاجیکستان آن را رد می کند. امروز ما می رویم از ساکنان واروخ بپرسیم که بحث های مرزی روی زندگی آنها چه تاثیر گذاشته است. من هم واروخ آباد کردم، نقص کردم. فقط یک چیزی ما همین کم بودیم و همین راه بین قرقیزستان تا ترکیه راهی ما ویران شد. سال 72 همین تنگی میگه، تنگی مثال همین که جای تنگی واروخ رفته تنگی گفتگی. اونجا دو تا کوپرک ما ها، یک تاش کوپرک شاخ بس بود و ویران شده برفت. دویمش از همین حالت صدمه آوردن همین استاد است. این فکت زنده راهی ما همین راهی راست بود تا سال 1974. این سال 74 جنگ سر شد. پشت همین راه، همین راهی که شما گذشته میدیدون، همین سال 74 استفاده داده شد. سال این راه کوینه هم از قرقیزستان موند. این سال 74 رنگی راه هم قرقیز بمون، سال ما گم. یک و شهر راه بندل سال گم. اسفرنگی اسفرنده میموند، واروخنگی واروخنده. و زندگی مردم تاثیرات کلام میرسونه. چه تاثیر؟ رفت و آمد، راه گذری میونان قرقیزا برای این تاثیرات یکدیگری میرسونه. پیشنهاد شما همچنین ساکن واروخ چی است برای حل همین مسئله؟ برای حل این مسئله وابسته برای همین خلق که یکدیگر فهمی کنند. یکدیگر فهمی کرده باید زیست زندگانی رو پیش بره. خیلی چند تا ماشین‌های سانکتی زده شکستن، خیلی میترسید. خیلی بعضی گرافیکایی که میشه به وقت تاریکی که میبینیم خیلی ترسو میگذاریم. قرقیزستان خیلی سانکتی چند وارو ماشین‌های ما زدگی. پیشنهاد شما برای حل همین مسئله چی است؟ نظرتون، فکرتون؟ خیلی دستی دو حکومت اندیا برای حلش. این خلق حل کردن نمیتونه دیگه. فقط حکومت حل کردن شکر تمام. همین سال вообще وضعش شده. سال از سال وضع پیشا نقص بود، شرایط زور بود، آب همه میرسید، شهر به میرسید. باز ببینید که ما درختای ما همین واروخ استاده، آب خوش شده است. پرابلم واقعی. آب گرفتن نتونسته. باور نکنید ببینید ما زمینا های، سهمیه ها های. همون زمینا ما وای میکنیم هیچ آب نیست. ما سیب شنوندگی اقلا همین زمینش نه اقلا نهولا آب نیست. خود همین خیش شده. آب از کجا میاد؟ آب از همین کوه میاد. این کوه واقعا کوههای ما بودگی. این موند چراگاه نیست. این نخواد همین کوه این قرقیزستان باشه، یعنی همسایه ما باشه. و اقلا کمترش این ما بودنش در کوه. این تو کوه تا کجایه؟ این کوه یک میبرد این کیلومترهای بسیاره. و ما چراگاه در کوه. و ما مثلا گوهای ما انا بینید. اونجا گوه منا دروشگاه خورسود است. پیشتر چراگاه ما بود چراگاه ما بود حاضر چخیل کردن قرقیزا چراگاه نداد سودیم ما با به چراگاه موندیم مولا جدا از آبنده حاضر تماما اصولی حولی به حولی گشتم من خونه با میدارم همه آدما سوال میکنن که چراگاه میشه نمیشه خیلی چراگاه شده نشد که ما واکسیناسیون همون سری وقت گرزون ساده لیکن اکن نمیدونیم من میگویم که دنیا با من شیطان اومد. چند سال پیش چراگاهتون گرفتن؟ 4 سال 5 سال بود است. 4 سال 5 سال بود است ما در عذاب. چراگاه بسیارش قرقیزستان از رکن گزین خود کار گیتن. که میگن فقط علامت گذاری شود این سونی حل میشه. برای علامت گذاری سرحد معین شود چراگاه سونی معین میشه. مثال وای مردن نشود، مثال جنگ و جنجالی بعد وای نشود. پیشوا گفتن که وای حل میکنیم گفتن. فکر شما چی است؟ فکر من میگم که جنجال نشود، هیچ مردن نشود. ما همچون دخترها وای خدمتی خلق کنیم. جنگ شهر راهی میبندد دیگه تاثیرش ایده. دیگه چی باید با مراسم میگه با نسل میبرد. فکرتون چی است؟ فکرم تینجیت یا نشود مراسم کند.